آقا سلام. ما اومدیم خیلی سرمون بریم تو اسنپ کار کنیم، آزمایشی همجی بریم چطوریه. بعد 100,000 تومن یه جا اومدیم پی یه جا. نمیدونم اینجا کدوم آشغال آباد، نکبت آباد، لعنت آباد. نگاه کن دیگه، داری میبینی دیگه. آقا ما اومدیم دنده عقب بگیریم بیاییم عقب، از یه خیابونه رد بشیم بریم. آقا چشمتون روزه من نبینه، دنده عقب جوری کوبوندم. من نمیدونم این تیره برق اینجا چی کار میکنه. من نمیدونم، من الان 5 میلیون تومان باید ببرم اینو درستش کنم. من چرا اصلا اومدم اینجا چی کار میکنم. آقا من نمیدونم این تیره برق اینجا وسط خیابون چی کار میکنه. این چرا باید وسط خیابون